روز بخیر مخلصان بهترین دسته دنیا. سرخیو آگوئرو گفته است که دلخواه فوتبالباز به خاطر در بارسلونا بازی کردن از پول رو میگرداند. هجوم کننده نوی دسته لوک دیونگ در اتاق لباسی بازیکنی جای مسی رو میگیرد. لاپورتا پرزیدنت سابق بارسلونا بارتومئو رو به سود داده با جوابگری کشیدنی است. وقتی آخر подписчикон بسیار از من خواهش کردند که خبرها درباره لیونل مسی رو هم در کانال بارسا تیجی جای کنیم. هرچند که مسی دیگر در بارسا نیست ولی او لگند نوتکرار دسته موس و من این خواهش شما رو رد کردن نمیتونم. مسی دیروز دو رکوردی نو گذاشته. رکورد شوی فوتبال پلеро شکست. درباره این خبرها در ویدیو امروزه برایتان پورا معلومات خواهیم داد. دوستان پس از تنفس با بازی‌های منتخب‌ها فوتبال دسته‌ای اکنون برمیگردد و ما رو یک قطار توپ رقابت‌ها انتظار است. اینتریگای آنها خیلی کلان است. آیا رونالدو میتواند در هیئت منچستر یونایتد در بازی ضد نیوکاسل دبیوت کند؟ آیا دسته پیشترای رونالدو یوونتوس میتواند بدون او ناپولی را شکست دهد؟ آیا منچستر سیتی میتواند قصد خود را برای شکست در سوپر جام از لستر ستاند؟ با همه این سوال‌ها ما روزهای نزدیک جواب پیدا خواهیم کرد. برای بازم جالب‌تر کردن تماشای این بازی‌ها دوستانمون از یک با آنها کیفسنت‌های کیهانی پیشنهاد میکنند. اما همه آن افرادی که هنگام رجیستراسیا پروموکد بارسا تیجی را استفاده میبرند در حال پرداخت تا حجم $100 بونوس انتظار است. چون این امکانات را نباید از دست داد. ссылкаи بازی در کامنتار این ویدیو. سرخیو آگوئرو گفت که وقتی گپ درباره بارسلونا رفت من با اگنتم گفتم که پول برای من اهمیت ندارد و من میخوام در این دسته بازی کنم. من میدونستم که در بارسا نظر به منچستر سیتی معاش کمتر میگیرم ولی این برای من مشکلی نداشت. گمان میکنم دلخواه فوتبال باز آماده است که به خاطر در بارسلونا برآمد نمودن پول و معاش گران را رد کند. با این گفته‌های آگوئرو وینالدوم، дембеле، умтити، мориба و نیمار راست داده قرصک میزنند. قربانی اساسی روزانه ترانسفری ماز آگوئرو گشت که به خاطر با مسی بازی کردن از معاش گران سیتی دست کشید ولی عاقبت مسی از بارسلونا رفت و بیچاره آگوئرو ماند. بازیگر نوی بارسلونا لوک دیونگ در اتاق لباسی بازیکنی کرسی رو صاحب گشت که پیش از او اونجا لیونل مسی مینشست. اکنون در بین دروازه‌بان تر اشتگن و حمله‌گر سرخیو آگوئرو جای گرفت. پیشتر خبر دادند که دیونگ در بارسا رقم 17 رو انتخاب کرده است. جای بهترین رو انتخاب کرد اما کرسی مسی بلوتوث ندارد که مهارت مسی رو با او دهد. چگونه مارتین برایتویت به این اجازه داده باشد حیرانم. اکنون لوک دیونگ همون هوای رو نفس میکشد که مسی میکشید. در حاجتخانه نیز عیناً در همون اتاق حجت میکند که آنجا پیشتر از اون مسی میرفت ولی در کرسی های احتیاطی مسی جای نداشت. برای همین پیشکی باید انتخاب کند که در بین کدام بازیگران نشسته بازی رو تماشا میکند. میگویند که ژوئان لاپورتا برای بارتومئو رو به سود دادن آمادگی میگیرد. لاپورتا هیئت دیرکتوران سابق بارسا رو با خود بارتومئو برای به انصافانه اداره کردن باشگاه عیبدار نموده آنها رو به جوابگری کشیدنی است. در دوره پرزیدنتی او بارسلونا 487 میلیون یورو زیان دیده است که تا حال زیاد شده است و لاپورتا میخواهد که چگونه خرج کردن این مبلغ رو بارتومئو شرط دهد. اگر لاپورتا دلیل‌هایی داشته باشد که گناهکار بودن بارتومئو رو اثبات میکند برای بارسلونا پیشرفت کلان میشود چون که بارتومئو رو با زندان میبرند و شاید که مال و ملکش رو نیز مصادره مینمایند. با ضمن این هر قراردادی که در دوران پرزیدنتی او امضا شده است و آنها باشگاه رو با بحران اقتصادی دچار گردانیدن میتوانند که بیکار گردند. اگر چنین دلیل‌ها رو لاپورتا نداشته باشد خوبش که دیگر سفسطه نگوید و بهترش در فکر اصلاح کردن وضع دسته شود و از سودبازی بیفایده دست کشد و کوشش کند که راههای بارسلونا را از این بطلاق برآوردن را یابد. سابق فوتبالباز بارسلونا لیونل مسی در بازی انتخابی جام جهان 2022 با دروازه منتخب بولیویا خطریک نموده رکورد پلеро که 77 گل به نشان رسانیده بود شکست. اکنون با زدن 79 گل بهترین نشانزن در بین منتخب‌های آمریکای جنوبی گردید. علاوه بر این مسی رکورد لوئیس سوارز را با 25 گل شکسته بهترین نشانزن در تاریخ مرحله‌های گروهی آمریکای جنوبی گردیده با زدن 26 گل در مقام اول جای گرفت. هنگام حرف زدن درباره عنوان قهرمانی منتخب آرژانتین در کوپا امریکا از چشمان مسی اشک شادی جاری گردید و او گفت که در جام آمریکا و جام جهان پیروزی به دست آوردن کاری آسان نیست و ما کیها باز آرزوی قهرمان شدن رو در دل میپروریدیم و کوشش به خرج میدادیم. مردم تلاش‌های ما رو به نظر نمیگرفتن و سالها ما رو مسخره میکردن که ما نمیتوانیم که عنوان قهرمانی رو به دست آوریم. میخواستم که اهل عالم در این مسابقات حضور داشته باشند ولی آنها حتی در فینال اشتراک کردن نتوانستند. فرزندانم هر دقیقه
минтақа ба ман мегӯянд ки падарҷон шумо қаҳрамонед, ба забони шодиро шаҳр дода намешавад. ин унвон беҳтарин ҷавоб барои хетерҳои Месси дар мунтахаби Аргентина гардид. умедворем ки ин охирин қаҳрамонӣ бо мунтахаби Аргентина нест ва дар соли 2022 ҷоми ҷаҳонро низ соҳиб мегардад. Сад афсус ки беҳтарин футболбоз дар тарихи футбол дигар дар дастаи дӯстдоштаи мо нест. дӯстон, қариб як сол мешавад ки мо бо ширкати Азия Маркет ҳамкорӣ мекунем ва ба шумо низ тавсия медиҳем, чунки шумо аз ширкати Азия Маркет метавонед доруҳои гиёҳии оригиналро дастрас кунед. Дору барои доғи рӯҳ ва пӯсти бадан, барои хароб ва фарбешавӣ, барои дарди меъда ва гурда, барои дарди мушакҳо, барои бақувват кардани мардонагӣ, барои дароз кардани муҳлати ҳамхобагӣ, барои риши мӯи сарбарорӣ ва дигар доруҳои даркории худро метавонед аз ширкати Азия Маркет дастрас кунед. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда даромада занг занед ва агар скидка гирифтан хоҳед, пас ба саҳифаи Азия Маркет даромада дар вақти харидорӣ кардани доруҳо промокоди ГАЮРФро истифода баред. ссилкаи саҳифаи Азия Маркет дар описаниyaи ин видео.